اگر امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نجات روز قیامت را میخواهد، باید به قرآن متمسک باشد، باید به خواندن قرآن خودش را مشغول کند. روزانه ما چقدر از قرآن ورد روزانه داریم؟ روزانه چند جز قرآن را میخوانی؟ از نفس خودت سوال کن. شما که خودت را مسلمان میدانی، روزانه چند صفحه قرآن میخوانی؟ چند جز قرآن میخوانی؟ نه، اصلا از اینها بگذریم. چند آیه از قرآن را روزانه تو میخوانی؟ هیچی. این وضع مسلمانی ماست و میخواهیم در قیامت نجات پیدا کنیم. حاشا و کلا از این اسلامی که ما به آن پایبند هستیم. اگر نجات میخواهیم باید به قرآن برگردیم، باید خودمان را با خواندن قرآن، عمرمان را با خواندن قرآن سپری کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اقرأوا القرآن، قرآن را بخوانید، فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه، برای آن که روز قیامت قرآن می آید و برای کسی که او را خوانده است شفاعت می کند. میخواهی از عذاب قیامت نجات پیدا کنی، از صحرای محشر نجات پیدا کنی؟ اقرأوا القرآن. پیامبر میفرماید علی نبینا علیه الصلاة و السلام قرآن را باید بخوانیم تا شفیع ما در قیامت شود. این به صورت عام برای همه قرآن میفرماید و بعد از آن به صورت خاص میفرماید اقرأوا الزهراوین، زهراوین را بیشتر بخوانید. شما زهراوین کدام سوره ها هستند؟ البقره و سوره آل عمران، سوره بقره و سوره آل عمران. فانهما یأتیان یوم القیامة کأنهما غمامتان، چون در روز قیامت مانند دو توده ابر می آیند و بالای سر کسی را می گیرند که این دو سوره را بیشتر خوانده است. پس عزیزانم، اگر ما می خواهیم در روز قیامت نجات پیدا کنیم، شفیعی شافعی جز قرآن را نمی بینیم. به همین خاطر شما و خودم را نصیحت می کنم به خواندن بیشتر و بیشتر قرآن به صورت روزانه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.